اندامکی ده پیمانیا نشتیمانی اپوزیسیون سوریه داد بیجه که ده پنج و مهیدا هفدیتنک ده نوبرا شاندک کنگریس امریکای و نونرین هف پیمانیا نشتیمانی دا پیکات. حواس عگید اندام هف پیمانیا نشتیمانی اپوزیسیون سوریه ده داخویانیه که دا جبو مالپارا کوالسیون راگهاند که بری چند روژان لآواهی امینداریه گشتیه کوالسیون الاستانبوله و لسر داخوازه کومیتا پیوندین کاروبار دروا یه بالیوسخانه امریکای هفدیتنک دنافبرا شانده کنگریس امریکی و نونرین هف پیمانیه دا پیکات. عگید دیار کر که دوی هفدیتنه دا روشا داوی لسر خاکا سوریا و چاوانیا یکرنا هلویستا اپوزیسیون سوری و آلین چکدار لسر خاکه هاتا بحث کرن و جبو ایش و آزارن گل سوریا را یک و شورشا وی کت سال خوایا پینجان دا چارسریک وره دیتن. وی اندامی کوالسیون گوت که نونرین کوالسیون تکز کرن که گرکه پشتگیری امریکا جگل سوریا را برفرهتر ببه و ارتشک جهمو پیکاتاین گل سوریا وره دا مزراندن. لگوری ریجه هر پیکاتای که دریا دزگهن کنونرتیا وید کن و الهرمن کپرانیا و کردن دوی دریا دزگهن انجمن اجتماعی کردی رابه. وج آلی خدمت و هوارچونه و حواس عگید گوت مج شانده کنگرس خواست کو پشتگیری انجمن خوجهیین انجمن اجتماعی کردی بکن جبر کو سازیین ویل همو هریمان هنه و دا زانین کو شانده کنگرس سوزا گهاندنا وان پشینیاران جبو کنگرس امریکی دا هر وها شانده سوز دا وان کو هفدیتنه که به انجمن خوجهی کوبانی رابکه دا کو روشا جیانا وان یا دجوار و نمانا کمترین پیدوین جیانه جنیزیک و بشوپینن و آوای چاره سرکرنا او مین و بومبین لشون شرمانه گنگشه بکن. دوهجی شاندکه انجمن اجتماعی کرد لسوریا لگل شاندکه برپرس دوسای سوریا دو وزارت دروای ترکیه دا جویان و روشا روجاوای کردستان بگیشتی و روشا پارزگاه حسکه به تایبتی گنگشه کرن.